کاش توقف تولید نمیشد. بعد همون موقع ایران خودرو اومد 207 زد. همون 206 بعد چراغاش فرق میکنه. بریم تست تصادف یکی از محبوب ترین ماشینای جوونای ایرانی رو ببینیم. 206. اول یه نکته بگم، اصلا 206 کوپه است. دقت کردین؟ در عقب نداره. 2 دره. نمیدونم میدونید یا نه، ولی 206 جزء ماشینای ایمنه. به خاطر اون ستون قطور جلوش که حالا این نسخهش یه مقدار حالا متفاوت تره. ببینین حالا قسمت جلو به خوبی جمع میشه و نیرو هم به خاطر قوی بوده، ولی ببینید تو اینجا هم ستون حالتش خارج شده، سقف هم یه مقدار جمع شده و پشت ماشین هم بلند شده. خب همونطور که میبینین گزارش دارم میکنم. خب ماشین از قسمت عقبی اومد پایین، ولی خب سقف مقاومی داره. میبینین وقتی میره رو سقف اتفاق نمیفته، یه دست داره میاد بای بای میکنه. دستش خورد زمین. یعنی زمین رو شما میتونی ماچ کنی. اگه تو این تست قرار بگیری میتونی زمین رو ماچ کنی. این داخل شبیه چیزه پارک مثلا چیز میرن این سورتما. این نتیجه این ستون هم اینجا داغون شده. بریم موزیک.